شبی ز حال من دلدارم، پرسید شبی ز حال من دلدارم. گفتم که ز رنگ و بوی تو بیزارم. گفتا نکند دوتا شده شلوارت. گفتم پنپا فقط تو رو دوست دارم. مهند بوده دیگه، حقیقت رو گفته، همه رو دوست داشته. دستا فایده نداره. اگه باز به تو بندم بازم این دل سرگشته بیرون ببخشیش پشیمونه پشیمونه پشیمونه. داستان غم‌انگیز رو تعریف می‌کردم، دیدم بعضی از چشم‌ها پر اشک بود و بغض در گلو. شما فکر کن با چشم پر اشک و بغضی در گلو چی جوری میتونید اینقدر سریع تغییر کنید؟ من بهتون تبریک میگم، واقعا خیلی سریع صمیمی میشین عزیزان. چه خبره؟ میمیرم و میمیره برات و بمیرم برات، این حرفا یعنی چی؟ کسی که به تو میگوید من برای تو میمیرم دروغگویی بیش نیست. صداقت رو کسی میگه که برای تو زندگی میکنه. برای من دست بزن. اگر من نبودی تو را متانشی خدا میرسانده. اگر من نبودی تو را متانشی قصه میکشانده. بودی اگر نازنینم زندگی رنگ بود داشت این شب سرد و غمگین غربت وجود تو رنگ زرد داشت. هستیم را به آتش کشیدی سوختم من ندیدی که دل آرزویت اگر من بودی اگر میشنیدی. خیلی متشکرم. تعجبم این آهنگ عربی رو خوندم، این عربا چه ندارن چجوری عطسه میکنن دکتر؟ خیلی حرف مهمیه. از این مسئله که بگذریم، اکثر پسرها تصور میکنن که بزرگترین آرزوی دخترها اینه که در زندگیشون یک پسر رؤیایی پیدا بشه، در حالی که این غلطه. بزرگترین آرزوی دخترها اینه که غذا بخورن بدون اینکه چاق بشن. ناری 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 دنیا ناری ناری بابا نامهربونی بابا دل میسوزونی چه با خندات دل میتپونی. ناری 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 یاری خوشگه نازی ناری